السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز و بینندگان محترم، قبل از همه امیدوار هستم که صحت و سلامت و خانه آباد باشید. امروز میخواستم در مورد یک مشکلی که همین سالهای آخر تاجیکستان عزیز ما و شما را و قبل از همه دین عزیز ما و شما را فرا گرفته است در همون مورد صحبت بکنم و شاید هم پیدا بشوند نفرایی که بگن دیگر موضوع دیگر نیسته که همین فقط دیگر موضوع همین دین ده صحبت میکنین. البته موضوع های زیاد است و هر چیزی که در عقل انسان تو جا میآید و هر چیزی که ربط به حکومت داره خب در اون موضوع ها صحبت کرده می شود و البته که خیلی هم مشکلات در تمام موضوع ها در جامعه ما و شما در وطن ما و شما موجود است که اگر شب و روز صحبت بکنی بازم کم است. اما برای چی در باره مشکلات دین صحبت میکنیم؟ به خاطری که قبل از همه ما مسلمانیم و بعداً بیشتر حقوق شهروندای ما و شما از دیدگاه دینی آنها پایمال میشوند. و این حساب بیشتر ما باید که صحبت در پایمال شدن حقوق شهروندان داشته باشیم و این نه تنها یک پایمال شدن حقوق شهروندان است، یک نمیدونم چندی از تعداد شهروندان، بلکه حقوق 97% مردم تاجیکستان در اینجا پایمال می شوند. خب بارهاست ذکر میکنیم و برای همه معلوم است که زیاده از 90% به ادعای مردم 97% بلکه مردم تاجیکستان مسلمان هستند و همگی ببینید 3% مردم تاجیکستان غیر مسلمان هستند و از بین همین 3% اگر همین کسایی را که به ضد دین ما و شما به ضد مقدسات 97% مردم تاجیکستان مبارزه میبرند حساب بکنیم، همگی همین 2000 میشوند یا که نمیشوند. اما متاسفانه حقوق 97% مردم دیگر را اینا پایمال میکنند. تاجیکستان یک دولت دموکراتی است و ادعای خودی همو کسایی که به غصب به زوری و ظلم حکومت گرفتگی هستند و حکومت زیر کنترل خود قرار دادگی هستند. خب به ادعای همیا تاجیکستان عزیزی ما و شما دولت دموکراتی به حساب می روند و ببینید که یک شهروند در دولت دموکراتی چی حقوق داره. حقوق هر یک شهروندی که در هر یک دولت های دموکراتی زندگی میکنند قبل از همه آزادی بیان است. او انسان باید آزاد هر فکری که داره آزاد بیان بکنه، هر نوع لباسی را که میخواه بپوشه، هر دینی را که میخواه قبول بکنه پیروی بکنه و در هر حزب و حرکتی که قانونی است، یعنی در اون حزب و حرکت قتل و کشتار نیست، میتونه که شامل بشه.
این حقوقی هر یک شهروندی دولت دموکراتی است. خوب، اما در تاجیکستانی که به ادعای بازم میگیم که یک توده مافیا دموکراتی است، بیا ببینیم که چگونه پایمال میشن حقوق شهروندای دولت دموکراتی. آیا یک جوانی تاجیک میتونه که شامل غیر حزب خلقی دموکراتی باشه؟ آیا میتونه یک جوان پسر یا اینکه یک جوان دختر یا اینکه یک شهروندی تاجیکستان در عموم میتونه که در یک حزب مخالف باشه؟ البته نمیتونه. پس در اینجا حقوق دموکراتی همون شهروند پایمال شده است. آیا یک شهروند تاجیکستان میتونه که آزاد فکرهاش بیان بکنه؟ هر چیزی را که قبول داره، هر چیزی را که میخواه، هر کمبودی را که میبینه، آیا میتونه که یک شهروند تاجیکستان آزاد بیان بکنه همون کمبودی را؟ البته نمیتونه. پس اگر که نمیتونه آزاد بیان کردن، در اینجا حقوق دموکراتی او پایمال میشه. آیا یک شهروند جمهوری تاجیکستان میتونه که آزاد در یک دین یا اینکه مذهب یا اینکه رویه باشه؟ البته که نمیتونه. خوب، شاید در دینها و مذهبها و رویه های غیر اسلامی بتونه، اما متاسفانه در دین اسلام نمیتونه. حالا اون که دولت دموکراتی است، با صدها نغمه و اصول دیگر، تهمت‌ها و بهتان‌های دیگر مردم تهمت میزنن، مثلا تو سلفی شده، تو علفی شده، تو خلفی شده، میبرن زندان میکنن. آیا یک دولت دموکراتی حق زندان کردنی نمیدونم سلفی یا اینکه حنفی یا اینکه شیعه یا اینکه وهابی رو داره؟ شما درست بفهمین، من طرفداری از کسی نکرده استم در اینجا. و تنها سوال میگذارم که آیا در یک دولت دموکراتی همین گونه عملها قابل قبول هست یا که نیست؟ آیا میتونه یک شهروندی تاجیکستان مثلا در رویه سلفی باشه، یا اینکه در رویه وهابی باشه، یا اینکه شیعه باشه؟ آیا میتونه یک شهروند تاجیکستان آیا میتونه که آسوده زندگی بکنه در اون رویه؟ البته که نمیتونه. خوب، فرقی نمیکنه برای اینها که از این رویه، از باشندگان این رویه ها کی هست او انسان. مثلا بله درست است، کسایی هستند که اغوا انگیز هستند، مثلا چی در هر کدام رویه‌ای باشه، در مذهب خودمون مذهب حنفی هم هستند کسایی که اصلا در سر یگان مغز ندارن، یگان معلومات از دین ندارن، همون چیزی را که فهمیدگی هستن نمیدونم از کدام بابای باطیلش یا که از کدام همسایش، اون همون چیزا در جای اول میدونه و حتی با جنگ هم میخیزه که من درست هستم شما نادرستین. این گونه در
رویه سلفی هم هست، در تمام رویه ها هستن، حتی از دین اسلام هم بیرون هستن شخصایی که خلاصه فکرهای خودشون مجبور میخواهم پیاده بکنن و این شخصا را سری راهشون درسته که باید دولت حکومت بگیره. و ما باید فراموش نکنیم که خدی رحمانوف هم از زمره اینمی شخصا است. امام علی رحمانوف تنها فکرهای خودش به مجبوری به زورآوری میخواهد که در مردم پیاده بکنه. خب اما در بین اینها هستن شخصایی که مثلا در مذهب امام شافعی هستند و با کسی کار ندارن، حتی دعوت هم نمیکنن، همون نمازشون مثلا رنگ شافعی مذهبو میخونن. اونها زندان میشوند در تاجیکستان. با کسی کار نداره، فقط هم دیگر خیلی طرز نماز خونیش زندان میشود. این چیز نشان میتیه؟ این نشان میتیه که در تاجیکستان دموکراسی وجود نداره. در تاجیکستان تجاوز میشه و حقی یک شهروند. مثل همین هستن شیعه ها هستن، مثلا دیگر مذهب ها هستن، دیگر احزاب ها هستن که اونها با کسی کار ندارن، اما همین که در حکومت تاجیکستان محقول نیستن زندان میشوند. با مدت های طولانی زندان میشن، با مدت هایی که در اروپا مثلا وقتی که قتل میشه یک آدم میکشه، بعضا حالت ها همون قدر وقتی را که برای یک مذهبی دیگر بدن در تاجیکستان شهروند تاجیکستان زندان میکنن، برای قتل کشتار در اروپا هم قدر وقت ده زندان نمیکنن مردم. خب این چیزا میگن تجاوزی دموکراسی یا اینکه تجاوزی حق شهروندان، حقوق شهروندان. مثل همین آیا در تاجیکستان یک جوان نه وابسته از دین او، نه وابسته از مذهب او میتونه که ریش بمانه و بر ریش قطعی صورت بگیره یا اینکه پاسپورت بگیره؟ آیا میتونه یک جوان یک طرف موسفیدان به یک عذاب پاسپورتشون میگیرن بر ریش قطعی؟ این معنای تجاوزی حقوق شهروندان داره. آیا در تاجیکستان یک خانومی تاجیک یا اینکه یک خانومی که شهروندی تاجیکستان داره میتونه که مثلا سطر میخواه بکنه در سر به سطر بگرده؟ آیا میتونه که یک خانومی تاجیک آزادانه بدون یگان تشویش شدن در کوچه و خیابانهای دوشنبه مثلا حجاب بکنه و قدم بزنه خلاصه راه بره؟ البته نمیتونه. و این چیز هم دلیل تجاوز شدن حقوق شهروندان هست. پس یک دولتی که تمام آزادی های مردم میگیره، یک حکومتی که تجاوز در حقوق مردم میکنه، این حکومت آیا میشه بگویی که حکومت دموکراتی است؟ البته که نمیشه. و این حکومتی توتالیتری است، حکومتی دیکتاتوری است، حکومت یک توده مردمی هست که مثل که چون تمغه ها بالای مخالفان میزنن که یا مثلا اکستریمیست هستن یا اینکه اغوا انداز هستن یا یک حکومتی اغوا انداز هستن خودشون. وقتی که همون فکرهایی که در سر خودشون جا میگیرن مجبور بالای مردم تحمل میکنن، اون فکرها را حمل میکنن بالای مردم، پس در این صورت میتوان گفت که حکومت دیکتاتوری است. اکثر فقیهان اسلامی مقرر کردند که
به کشاورزان، چارواداران و شخصان مشغول با دیگر کسب و کارهای پرمشقت که گرسنگی یا تشنگی سخت به سلامتی آنها ضرر میرساند خوردن روزه اجازت است.